خب دوستان الان دسکتاپ منو دارن دیگه، درسته؟ خب بریم فصل اول رو ما یک مروری کنیم. یک لحظه هم به من اجازه بدید من یک کار دیگه هم انجام بدم. خب یک لحظه به بنده اجازه بدید. خب ما از گفتن تاریخچه مربوط به شیرالات صنعتی خودداری میکنیم. قاعدتا شما با این موضوع آشنا هستید و میدونید که این شیرالات سابقه طولانی در طول تاریخ داره و قطعاً بشر از زمانی که یاد گرفت یه تخت سنگی رو بذاره جلوی یک نهری و مسیر آب رو منحرف کنه و هر حال قدرت آب رو به دست بیاره و خودش بتونه کنترل کنه، اولین شیر را در حقیقت ایجاد کرد و همون شیرهای دروازه‌ای یا گیت والو هستند. اما برای اینکه میدونم تفاوتی وجود داره بین سطح علمی شما دوستان، اگر اجازه بفرمایید یه کوچولویی من در خصوص وظایف شیرها بگم. اول از همه شما تصور کنید الان وارد یک پتروشیمی یا یک پالایشگاه شدید و دارید به اطراف خودتون نگاه میکنید. قطعاً شما کلی لاین و پایپینگ و شیرالات را خواهید دید. یه لحظه من اینو خب الان دسکتاپ من رو دارید. اگه دسکتاپ من رو دارید اول یه مثبتی منفی چیزی برای من لحاظ کنید. من الان یک فایل پی دی اف رو برای شما باز کردم. آیا دسکتاپ من رو دارید؟ خب اون پنجره تو پنجره رو منظورم نیست ها. یک فایل پی دی افی است که الان اگر نگاه کنید شیرالات صنعتی تدوین. خب پس بذارید من یه بار یه مروری روی این بکنم ببینم داستان ما از چه قرار شد، چرا الان شما دسکتاپ ما رو ندارید. خب یک بار دیگه ما همه این زمانهایی که پرت میشه رو انشالله با هم حساب کتاب میکنیم، نگران نباشید. چرا دسکتاپ من نمیاد بالا؟ خدا میدونه. خب الان دسکتاپ رو شما ندارید. من هم با گوشیم وارد شدم و این داستان رو فعلا شما چک نمی کنید. بذارید اگه ببینید مشکل رفع نشه یه بار من ورود و خروج میکنم، شما توی مجموعه کلاس باشید. خب الان دیگه داریدش. درسته دوستان؟ الان دسکتاپ رو دارید دیگه کامل. خب بذارید من اینجا کامل این رو ببندم. خب فکر می‌کنم درست شد. اگر اوکی هستید که بریم جلو ببینیم داستان چه قرار هست. به هر حال شما وقتی وارد یه پتروشیمی و یک پالایشگاه میشید
و دور و اطراف خودتون رو نگاه میکنید، من خواهش میکنم با من حتما همراهی کنید، ذهنیتتون رو بیارید تا من بخوام به دلیل ضیق وقت بتونم همه چیز رو به هم ارتباط بدم. شما شیرهای صنعتی متفاوتی رو میبینید. برخی از شیرها به صورت دستی باز و بسته میشن، به اینها میگن هند ولف. من توی تدریسم و توی حتی محتوا اینستاگرامم که شما نگاه میکنید، تا جایی که ممکنه اصطلاحات روتین فارسی، اون چیزی که تو صنعت استفاده میشه، و اصطلاحات انگلیسی رو با هم میگم. پس ولو دستی یا هند ولو را شما میبینید که به اصول ولو های ژنرال هم گفته میشه یا ولو عمومی. یعنی 4 تا اصطلاح من الان به شما گفتم. برخی از ولو ها هم ولو های کنترلی هستند که بهشون کنترل ولو گفته میشه. حتی فردا ما یه گریز کوچولویی به کنترل ولو ها میزنیم، فقط در جریان باشید. فعلا نمیگیم کنترل ولو، میگیم شیرهای کنترلی. بعدا متوجه خواهید شد چرا اصرار دارم که بگیم شیرهای کنترلی، چون کنترل ولو خودش جزئی از شیرهای کنترلی و ولو هایی هم شما میبینید در کنار این دو دسته گروه که برای حفاظت و ایمنی هستند. به اینها میگن ولو های اطمینان، شیرهای اطمینان و PSV تلقیشون میکنن و بعدا متوجه خواهید شد که PSV هم خودش جزئی از گروه شیرهای ایمنی و اطمینان هست. پس 3 دسته گروه رو شما میبینید. حالا همین 3 دسته گروه و شاخه های زیر مجموعه شون، اینها قرار هست 5 تا کار رو برای ما انجام بدن. اول از همه قطع و وصل جریان رو برای ما انجام میدن. بعد تنظیم مقداری که عبور خواهد کرد از ولو، سیال یا مدیا. ببین اصطلاحات رو دارم میگم تو ذهنتون داشته باشید. سیال یا مدیایی که از ولو عبور خواهد کرد و شما تنظیم خواهید کرد، دبیش رو تنظیم خواهید کرد. و سومین حالت این هست که شما از برگشت جریان جلوگیری میکنید. یعنی 3 گروه ولو ما یکی از این 5 تا کار را میتونه انجام بده یا نهایتا 2 تا کار را با هم میتونه انجام بده. میتونید فشار سیال را کنترل کنید. شما اونجا دبی را کنترل کردید در آیتم 2 و در آیتم 4 فشار را میتونید کنترل کنید. و نهایتا آیتم 5 ما هم مربوط به کنترل و ایمن نگه داشتن تجهیزات فرایندی ما، مثل وسل یا ظرف، تاورها و هر آنچه که شما محتویاتی دارید تحت فشار داخلش. از شیرهایی استفاده میکنید که بتونید کنترل کنید این حجم فشار رو و از خسارت جلوگیری کنید. پس 5 تا کار اصلی رو شیرها انجام میدن. این 5 تا کار تبدیل شده به 21 گروه یا 21 شاخه فرعی که شیرالات و اسامی اینها توی این 21 قرار میگیره. این پس قسمت اول و مقدمه اول در خصوص شیرها. نکته‌ای که الان باید به شما بگم، بهش میرسیم ولی به هر حال فعل بداهه به ذهن من میاد و باید گفته بشه، این 3 گروه که تبدیل شدن به 21 گروه متفاوت و اگر شما بخوای بیای تقسیم بندی کنی، هر کسی ممکنه این 21 گروه رو به شاید 200 گروه تقسیم کنه، ولی در کل توی متون از 21 اسم برده شده. اینها به روش‌های مختلف به پایپینگ شما و پایپلاین شما متصل میشن. پایپینگ و پایپلاین، قبل از این که روش اتصال رو من به شما بگم تو ذهنتون یه چیزایی داشته باشید، اول به من بگید دوستان تفاوت پایپینگ و پایپلاین در چه چیزی هست؟ اگر میدونید بنویسید من ببینم تفاوتی بین پایپینگ و پایپلاین میدونید یا نه. خب کسی نیست الان توی جواب ما رو بده. آقای سرابانی، آقای شجاعی، احسنت آقای مرزبانی، بسیار عالی، بسیار عالی. ببینید ما 2 تا اصطلاح داریم و این 2 تا اصطلاح در
ادبیات شیرالات استفاده میشه. شمایی که تو بازار خرید و فروش انجام میدید، شمایی که ایندنت و تقاضا رو بررسی میکنید، شمایی که تو تدارکات هستید، توی بازرسی هستید، به هر حال استارت من فلان ولو را میخوام از یک جایی زده میشه. مهندسین مکانیک، طراح، بازرسی در یک مجموعه پتروشیمی پالایشگاهی و نیروگاهی و هر مجموعه صنعتی دیگه متقاضی ولو میشن، میاد دست تدارکات، میاد دست بازار با سازنده، به هر حال همه این مسیر رو میره جلو. این اصطلاحات رو باید بلد باشی و منم همه این اصطلاحات رو تا جایی که ممکنه میگم یاد بگیرید. ببینید پایپینگ مربوط به لوله کشی صنعتی است. پایپلاین مربوط به خطوط انتقال سیالات در حقیقت پتروشیمیایی، پالایشگاهی و حتی آب از یک مسیری به یک مسیر، از یک شهری به شهر دیگه است. پس قطعاً قطر پایپلاین از 6 اینچ فراتر خواهد بود و پایپینگ تمام اون لوله کشی است که از پتروشیمی پالایشگاه ها تو ذهن شما هست. حالا استانداردهای مختلف در دنیا، چه استانداردهای اروپایی چه امریکایی، تمام اینها داستان پایپینگ و پایپلاین رو از هم جدا کردند به دلیل شرایط متفاوتی که وجود داره، به دلیل خطراتی که ممکنه در یک جایی باشد و در یک جایی نباشد. پس این استانداردها متفاوت هست. حالا انشالله به وقتش که به موقع مروری بر استاندارد تست شیرالات برسیم، انشالله وقت میکنیم، متوجه خواهید شد که استاندارد API 6D مربوط به تا چند سال پیش مربوط به تست شیرالات پایپلاین بود، خطوط لوله بود، ولی الان سالهاست که این با پایپینگ یکی شده و شما میتونید از استاندارد API 6D استفاده کنید. دوستانی که توی فضای ولو هستن بگم ببینم استاندارد دیگه‌ای از API که مربوط به تست شیرالات هست چه استانداردیه؟ برای اینکه یه ذره توی فعالیت ما شرکت کنید و خواب از سرتون بپره. دوستان کننده بله آقای منوادی، API 598 در خصوص تست شیرالات عمومی صحبت میکنه. تأکید میکنم شیرالات ژنرال، همون هند ولوا، و شما از این دوتا استاندارد بیشتر بهره میگیرید. حالا اگر استانداردهای اروپایی بخواد کار کنید داستانش متفاوت خواهد بود. بریم دنبال ماجرا. ببینید یه نکته خیلی خیلی بدیهی من به شما بگم. این نکته بدیهی بعداً به کمک شما خواهد آمد. اول از همه تعاریف رو میخوایم بگیم، تعاریف به درد بخور کاربردی، بفهمید چی از کجا آمده. اول از همه من یه نکته به شما بگم. شما یک شیر رو در نظر بگیرید، مثلا فرض کنید توی اینجا ما اومدیم یک گیت والو رو در نظر بگیرید. ببینید این گیت والو را من اگه بتونم شیرش کنم برای شما، بذارید برگردیم به همون فکر میکنم موقعی که ما از اینجا خارج میشیم کلا این ارتباطش رو با شما از دست میده. بذارید برگردم. خب بذارید من یک شیر من اینجا برای شما بیارم که جز بدیهیات هست، شما حتما باید در جریان قرار بگیرید. ببینید این اگر یک شیر رو شما در نظر بگیرید، فعلا کاری بهش نداشته باشید، این بدنه رو در نظر بگیرید، یک ورودی داره و یک خروجی، اینلت، اوتلت. پس اینا همه اصطلاحاتی هست که به درد شما خواهد خورد و باید بر اساس این استاندارد صحبت کنید. در غیر این صورت شما از دنیای شیر فاصله دارید. اینلت، اوتلت، شیرها هر جوری که ساخته بشن، مایع یا سیال، حالا هر چیزی میخواد باشه، وارد اینلت، واردش ورودی خواهد شد و از خروجی خواهد گذشت و شما یک دلتا پی به دست خواهید آورد. اختلاف فشار بین ورود و خروج خواهید داشت. ببین یک مسئله کاملا بدیهی، دلتا پی، اختلاف فشار در شیرها وجود داره. حالا شیری به درد میخورد و کاربردی تر است که این اختلاف فشار را بتونه کمتر داشته باشه. پس شما بر اساس این دو تا چارت هایی که در همه دنیا پذیرفته شده است،
اصطلاحی به نام عدد جریان یا CV دارید. خب برگردیم به اسلاید خودمون. شما CV را دارید یا KB. شیرها به عنوان یک تجهیز یک ضریب عملکرد دارند. coefficient of valve مخففش میشه CV. این در شیرهای عمومی و به خصوص کنترل والو ها فوق العاده عدد به درد بخوری هست و باید معنای CV رو بدونید. اولا که اروپایی‌ها به ضریب عملکرد شیر میگن KV. توی ایران خیلی از KV شما استفاده نمی‌کنید، یعنی کمتر متونی رو شما می‌بینید که KV نوشته شده باشه، ولی خب هست، در جریان باشید. بیشتر شما با CV والو صحبت خواهید کرد. CV والو یک اصطلاح کاملا امریکایی است و طبق تعریف CV برابر است با مقدار دبی آب بر حسب گالون آمریکایی. گالون آمریکایی هم که میدونید 3.8 لیتر که با دمای 60 فارنهایت از شیر از اون اینلت عبور کنه و تنها به اندازه 1 PSI افت فشار یا همون دلتا پی درش اتفاق بیفته. این یک تعریف جهانی CVه و شما در والوهای عمومی و بعد والو عمومی تبدیل میشه نسل به نسل که پیشرفت میکنه بشر. والو عمومی و هند والو رو میاد یک چیزی روش میذاره که جای شما بتونه اون هند ویل رو بچرخونه، به اون میگن اکچویتور یا عملگر. و این اکچویتورها وقتی تبدیل میکنن یک شیر عمومی را به یک کنترل والو یا شیر کنترلی، اصطلاح CV درشون بسیار بسیار نقش بازی میکنه. پس این معنای CV است. حالا CV چجوری به دست میاد؟ اول بذارید KV رو من برای شما بگم. اروپایی ها آمدن گفتن آقا نسبت جریان حجمی عبوری از یه شیر بر حسب متر مکعب، اونجا بر حسب گالون امریکایی بود، اینجا بر حسب متر مکعب در ساعت هست، در دمای بین 5 تا 40 درجه و در فشار یک بار اونجا 1 PSI بود. پس این تفاوت CV و KVه و این دوتا ضریب را میشه تبدیل کرد. این جدول تبدیل CV و KV هست. F چیه؟ انگلیسی ها به خاطری که تافته جدا بافتن از دنیا اومدن برای خودشون عدد جریانشون رو F در نظر گرفتن و این F با این ضریب ها میتونه تبدیل به CV و KV بشه. این ضریب شیر یا CV را عدد جریان میدن. یه اصطلاح معادلش عدد جریان شیر. اگر از شما پرسیدن این به خصوص برمیگرده به بچهای مهندسی فرآیند، اونایی که شیمی میخونن و میان در حقیقت فرآیند را طراحی میکنن. حالا شیرها وقتی ساخته میشن کارخونه باید بیاد آزمایشی انجام بده که به شما خریدار چه والو عمومی و چه والو کنترلی به شما یه چنین جدولی بده. به شما چی میگه؟ میگه اگه والو من 10% باز بود، والو سایز فرض کن 1/2 اینچ من 10% والو من باز بود، CV من 3/10 گالونه. درست شد؟ و این جدول رو به شما خواهد داد. فرمول CV برای سیالات، برای والو هایی که حاوی سیالات مایع هستند بر این اساس هست و بر اساس سیالات گازی هم بر این اساس هست. خب شما توی این فرمول، حالا من بعداً همین اسلایدها رو در اختیارتون قرار میدم، شما یه دلتا پی دارید. دلتا پی رو کی طراحی میکنه؟ یا ذات والو به شما دلتا پی میده یا مهندس طراح، مهندس فرآیند میگه من میخوام که اینجا این دلتا پی اتفاق بیفته، میخوام که والو وقتی سیال واردش میشه با فشار مثلا 10 بار واردش بشه و این فشار رو بشکنه تبدیل کنه به مثلا 2 بار. پس این دلتا پیه میتونه بر اساس تمایل طراح باشه. اسپیسی گراویتی داریم که توی سیالات مایع ما آب را در نظر میگیریم و 1 در نظر میگیریم. پس اون جدولی که شما میبینید بر اساس سیال آب
در دنیا طراحی میشه و به شما خریدار توسط سازنده داده میشه. در سیالات گازی هم در حقیقت هوا در نظر میگیرن به عنوان معیار و هوا رو اسپیسی گرافیتیش رو 1 در نظر میگیرن. فقط من این فرمول رو به شما نشون دادم که بدونید شیرها ورودی و خروجیش دلتا پی ایجاد میکنه. سی وی یعنی چی و این سی وی بعداً به چه درد ما خواهد خورد. خب از این مسئله هم عبور میکنیم. نکته‌ای که وجود داره این هست که شما ولو هاتون که حالا تیپ‌هاشو خواهیم دید بر اساس همین عکس‌العمل باز شدن و بسته شدن 3 تا شخصیت میتونن پیدا کنن. یا کویک اوپن میشن، یا لینیر میشن، یا اکوال پرسنتیج. کویک اوپن به چه معناست؟ یعنی اینکه من ولوم را طوری میخوام سازنده برای من اینو بسازه که با کمترین، مثلا با فرض کنید 10% یا 20% باز شدن ولو من بتونه 70% فلو از خودش عبور بده. درست شد؟ کویک اوپن بهش میگن. یه ولو میخوام نه دقیقاً پله پله 30% بازش کردم 30% از خودش عبور بده. و یه ولوی هم میخوام که نه برعکس همه اینها میخوام ریز 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 باش کار کنم و تا مثلا 70% 80% خیلی کم به من فلو بده. چرا؟ شما میخوای به هر دلیلی با این فلو دمای خودت را، فشار خودت را کنترل کنی تو فرایند خودت. پس اینا میلیمتری میخوام بره جلو، نمیخوام مثل این خیلی باز عمل کنه. حالا یه سوال من از شما دارم دوستان، ولو کویک اوپن الان اگر شما فرض کنید به عنوان یک کسی در یک مجموعه صنعتی هستید، مثلا چه ولوایی میتونه کویک به چه درد میخوره؟ اینجوری ازتون سوال کنم، ولو کویک اوپن به چه درد میخوره؟ دوستان یه پاسخ بدم به من ببینم کجای کاری، بیدارید یا نه. غیر از آقای مرزبانی دوستان دیگه حضور ندارن؟ خب درسته آقای مرزبانی. آقای ایمنادی پی اس وی هم میتونه این اتفاق درش بیفته، ولی حالا فعلا موضوع ما پی اس وی نیست. بله ببینید یه موقع شما یک ولوی مثل ESDV که شما آقای مرزبانی گذاشتید، امرجنسی شاتداون ولو، فرض کنید یک ولوی شما دارید قرار هست فوم آتش نشانی را به محض خطر و به محضی که فیل اتفاق میفته فوم آتش نشانی رو وارد مثلا مسیر کنه و این بپاشه روی در حقیقت مخزن و تاور و اینها که دچار آتش سوزی شده. این ولو باید زود باز شه دیگه، باید به محضی که ولو مثلا 10-20% باز شد 70-80% سیال از خودش عبور بده. شما نمیتونید معطل وایسی آروم آروم. پس این ولو ها باید ولو های کویک اوپن باشن. این 3 تا شخصیت رو گفتم که در جریان قرار بگیرید. ولو ها بر اساس اینها طراحی میشن و ساخته میشن و شما توی اینجا نگاه میکنید که تایپ ولو های مختلف که بعداً یه مروری خواهیم کرد میتونه جزء کدوم یک از این شخصیت ها باشه. مثلا یک گلاو ولو میتونه یه چنین کروی را طی کنه و جزء ولو های لینیر باشه. یک ولو مثلا پلاگ، یک ولو بال باترفلای، این شخصیت ها رو میتونه از خودش بروز بده. و این نمودارهایی که شما اینجا میبینید دقیقاً نمودارهایی که سازندگان به شما خواهند داد. اگر شما توی کاتالوگی نمیبینید این به دلیل است که انقدر روتین شده که مثل خرید مثلا پیاز سیب زمینی شده. اصلا اینا رو نه شما میبینید نه کسی میاد برای شما بگه که این از کجا آمده و چرا این اتفاق افتاده. خب اگر یادتون باشه اول صحبتم گفتم که شما وقتی ولو ها رو نگاه میکنید یه سری ولو های عمومی دستی منوال هستن، یه سری ولو های کنترلی هستن که بهشون کنترل ولو میگیم عموما، ولی بعداً شاخه بندیش جدا خواهد شد. این کنترل ولو ها هم که شما باشون کار میکنید میدونید که از این قسمت اکچویتور هست. اکچویتور با نیروهای متفاوتی کار میکنه. مهمترین شاید بهتر بگیم 90% ولو هایی در صنعت هستن نیوماتیک هستن، از در حقیقت هوا استفاده، فشار هوا استفاده میکنن
برخی هاشون در حقیقت با هیدرولیک کار میکنن و برخی هاشون برقی هستند و موتور دارن. میرسیم به این موضوع، فقط شما داشته باشید که اونهایی که موتور دارن را در صنعت چی اسمشو تلقی میکنن، چی اسمشو گذاشتن. آقایونی که در کلاس هستید، آقای ایمن آبادی، آقای مرزبانی و دوستان دیگه، MOV، بسیار عالی. Motorized Operated Valve، والو هایی هم که به صورت هیدرولیکی کار میکنن HOV هم تلقی میشن، Hydraulic Operated Valve. کم هستن ولی در صنایع نیروگاهی و صنایع مثل و مجموعه های سدهای آبی از این والو های هیدرولیک تا دلتون بخواد استفاده میشه. و والو هایی هم که با نیوماتیک کار میکنن، شما میشنوی FV، PV، XV، اینها هم با نیوماتیک کار میکنن، با فشار هوا کار میکنن. فردا حتما یه گریزی بهشون میزنم. و والو هایی هم که الکترونیکی هستن، سلونوید والو ها، شیر برقی، اصطلاحاً تو بازار بهشون میگن شیرهای برقی. شیر برقی منظورشون سلونوید هست. حالا همین والو های عمومی، هند والو ها که پدر جد تمام کنترل والو ها محسوب میشه، از این گروه ها خارج نیستن. شیرهای کشویی یا گیت والو، شیرهای کروی، شیرهای یک طرفه رو شما نان ریترن والو بهش میگن، چک والو بهش میگن. شیرهای سماوری یا پلاگ والو یا کاک والو گفته میشه بهشون. شیرهای پروانه‌ای باترفلای، نیدل والو، دیافراگم والو و سیفتی والو و کنترل والو و نهایتا شیرهای سلونویدی که صحبت کردیم. استرینرها هم جزء شیرالات محسوب میشه. خب دوستانی که به هر حال فکر میکنم برخی از دوستان، یکی دو تا دانشجو هم داشتیم، با این شیرها آشنایی قبلی دارن یا ندارن. به هر حال وقت ما کم هست، ما باید یه جوری بگیم که دوستان حرفه‌ای‌تر هم از کلاس بهره ببرن. بگید ببینم دوستانی که دانشجو بودن. خب بریم روی بحث اولمون، شیرهای گیت والو. فقط یه نکته من به شما بگم، این یا 12 گروه شیری که اینجا مطرح شد 12 گروه اصلی هستند و بعد همینا خودشون تبدیل میشن به همون 21 گروهی که صحبت کردیم. ببینید برخی از شیرها برای قطع و وصل فقط استفاده میشن که بالا هم گفتیم جز اون 5 تا کار اصلی، مثل گیت والو ها. برخی از شیرها برای قطع و وصل و کنترل استفاده میشن، مثل گلاب والو ها. پس شما شیر گیت را اگر ورمی داری به عنوان شیر کنترلی استفاده میکنی، داری آسیب میزنی به این شیر و بابای این شیر رو در میاری. حالا به محضی که شیرها رو شما ببینید کاملا متوجه موضوع خواهید شد. این گروه بندی هاست، شما کاری بهش نداشته باشید. یک علائمی به نام سیمبل یا سمبل، فارسی ما میگیم سمبل، سیمبل هایی که توی نقشه های فرایندی یا نقشه فرایندی رو چی میگن دوستان بهش؟ بگید ببینیم نقشه فرایندی رو شما چی میگید؟ بله، پیان آیدی. روی پیان آیدی ها شما یه چنین سیمبل هایی میبینید، هر شیری برای خودش یه علامت داره و برخی از شیرها بر اساس سالهایی که طراحی شدن علائم مختلفی دارن که شما نهایتا باید اول به دیتابیست مراجعه کنی و ببینی که برای اون شیر چه علامتی در نظر گرفتن. پس شما سیمبل ها هم داریم، من تمام اینها رو در اختیار شما قرار خواهم داد. یکی از دوستان یه زحمت بکشه، اگه قلم کاغذ کنارش هست، یه سری چیزها رو ما الان به شما قول میدیم که در اختیارتون قرار بدیم و من ممکنه یادم بره. یه نفر از دوستان پیش قراول بشه بگه تا من اینا رو بگم، بنویسه رو کاغذ، بعداً به من اطلاع بده که چه چیزایی ما به شما بدهکار شدیم. کدوم از دوستان حاضره الان یک برگ کاغذ بیاره و اینا رو بنویسه؟ خب آقای مرزبانی غیر از شما فکر کنم هیچ کس تو کلاس نیست. آقای ایمن آبادی هم گایگو دارید. حالا بهتره اینو بذاریم گردن آقای براتی. آقای براتی یه زحمت بکش بنویس فایل علائم شیرالات در پیان آیدی بر اساس استاندارد. یه پی دی اف خیلی خوشگلی من به شما میدم که این علائم رو داشته باشه. پس این یکی آقای براتی طلب شما باشه.
چند تا اصطلاح وجود داره، اینا رو هم بد نیست بشنوید. حالا هر شیری که ما شروع کردیم به آموزشش و کار کردن، یک نکته وجود داره درش به نامش آنتی استاتیک دیوایس. شما موقعی که شیر را خرید و فروش میخرید، این اتفاق خیلی بیشتر. یکی از دوستان توی حوزه تأمین شیرالات بود، به نوعی بازرگانی کار میکرد یا استاکیست بود. کدوم از دوستان بود؟ نشون بده به ما اگر توی کلاس هست. یکی از دوستان بود که تأمین کننده بود، نماینده یه برندی بود. اگر صدای منو داره و توی کلاس هست، یه زحمت بکشه، حالا تا ایشون میاد بالا و هر حال پیدامون میکنه. بله آقای رحیمی، شما آنتی استاتیک براتون توی تقاضاها مینویسن، درسته؟ موقعی که تقاضا میاد ممکنه ایندنت، بچه یادتون باشه تقاضای یک شرکت اسمشو میذارن ایندنت میاد میره دست آقای رحیمی. آقای رحیمی حالا با سازنده باید یا نهایتا متریال شیر را داره یا نداره، به هر حال باید دنبال شیر بگرده. آقای رحیمی آنتی استاتیک می نویسن توی ایندنت ها. میدونی آنتی استاتیک به چه معناست؟ خب ببینید، شیرهایی که از سال 2006 به بعد ساخته شد، به خصوص بالولفا، این بیشتر برای بالولفا استفاده میشه. یک شاخصه‌ای براش در نظر گرفتن آنتی استاتیک. چرا بالولفا؟ چون عمدتاً بالولفا سیتش یا نشیمنگاهش از جنس تفلون هست. این به دلیل باز و بسته شدن زیاد بال دچار یک الکتریسیته ساکن میشه. این در استاندارد API 6A شرایطی براش در نظر گرفته شده که آقای سازنده شما باید بری اینو بر اساس شرایط من آنتی استاتیکش کنی. چجوری آنتی استاتیک میکنن؟ میان در استم و محل اتصال استم و بال شرایطی رو ایجاد میکنن که بتونه تخلیه الکتریکی اتفاق بیفته. 6D API 6D آنتی استاتیک دیوایس رو کامل گفته. اگر گفتم 6A در حقیقت اون مال فایر سیف هست. 6D برای شما کامل آمده آنتی استاتیک رو توضیح داده. پس این دلیل برای اینه که توی تقاضاها برای شما می‌نویسن آنتی استاتیک باشه و این داستان رو باید شما رعایت کنید. آنتی بلو اوت هم داریم. حالا آنتی بلو اوت رو داشته باشید تا بعداً به شما بگم، چون الان ممکنه برخی از دوستان هیچ آشنایی با شیرها نداشته باشن. یه نکته دیگه هم به شما بگم، توی تقاضاها ممکنه شما طراح، شما مهندس مکانیک بخواید که شیرتون استاندارد فایر سیف رو پاس کرده باشه. API 6FA در خصوص این موضوع صحبت کرده. یعنی چی؟ میگه آقا من شیری که از شما میخرم باید قابلیت این رو داشته باشه در یک زمان مشخص. حالا استاندارد برای این عدد در نظر گرفته، مثلا گفته 4 دقیقه در دمای 1000 درجه سانتیگراد این شیر بتونه آب بندی را حفظ کنه، دووم بیاره. یعنی متریال غیر فلزی و فلزی که داخل این هست 1000 درجه را دووم بیاره. اورینگ هایی که توش استفاده میکنی 1000 درجه را دووم بیاره و این فایر سیف را از سازنده میخوای ایشون سرتیفیکیت معتبر به شما باید بده که من رفتم در یک آزمایشگاه معتبر این کار رو انجام دادم. یه نکته کنکوری من به شما بگم، همه شمایی که در بازی ولو هستید بدونید ما فایر سیف رو توی ایران دوستان ما، شرکت ها دارن انجام میدن. حالا اینکه چقدر با استاندارد مطابقت داره یه بحثی است، ولی اگر سازنده آمد و به سازنده داخلی عرض میکنم آمد و به شما گفت CV، همون CV که صحبت کردیم، به خصوص دوستانی که الان افتادن توی فضای مهندسی ساخت و
مهندسی معکوس شیرالات کنترلی و الان دارن بالاجبار شیر کنترلیشون رو نمیتونن تو بازار تهیه کنن، میارن در داخل میسازن، طراحی میکنن. سی وی را هیچ شرکتی در ایران نمیتونه به شما سرتیفیکیت بده که بگه شیری که من ساختم سی ویش انقدر مطابق اون چیزی که تو خواستی. خب اگر میان میگن ما میگیم ما میدونیم، کاملا دارن به نوعی غلو میکنن. سی وی را هیچ کسی در ایران به شما نخواهد داد. یه راه وجود داره، یه کلک رشدی وجود داره، اونم من تایید نمی کنم. میان بر اساس CFD یا تحلیل سیالاتی، میان بر اساس اون CFD، من با اکانت تلفن همراه هم دارم با شما صحبت میکنم، تحلیل سیالاتی میان میگن CV ما اینقدره. حالا چرا نمیتونن تو ایران CV را به شما بدن؟ اون عدد عرض کردم 1 PSI فشار فلان بهمان، فقط در دنیا 2-3 تا شرکت معتبر هستن، یکی مسونی لنگ هست و یکی فیشر، یکی دیگه هم نمیدونم. اینها سازوکاری به اندازه یک پلتفرم پتروشیمی دارن که برای تست CV یه دونه شیر این سازوکار را طراحی کردن که بتونن CV واقعی شیر را به دست بیارن. پس این را ما ایرانی ها نداریم. دقیقاً مثل این میمونه، همیشه من مثال میزنم، مثل این میمونه که شما میخوای استانداردهای جهانی اروپایی بگیری، میای سمند میسازی، سمند را شما نمیتونی بیا بگی من تو ایران تستش کردم، مجبوری برداری ببری در حقیقت آزمایشگاه‌های شرکت‌های مثل رنو و پژو و فلان و اینا، یه پولی بدی و اونها تستش کنن و به شما بگن آقا مثلا اگر 100 تا استاندارد برای ماشین طراحی کردیم 40 تاشو شما دارید 60 تاشو ندارید. پس این داستان CV، کسی سرتون کلاه نذاره بگه آقا من CV ها بهتون میدم و CV همون و فلان. در بهترین حالت برخی از مجموعه ها چون آمدن والو ها را به نوعی مهندسی معکوس کردن و قالبگیری عین همون شیر را کردن تو شیرهای عمومی، میاد مدعی میشه میگه آقا من CV منقدره. پس اونو میشه تا حدی پذیرو، ولی بقیه دوستان که بگن ما خودمون درست کردیم و فلومیتر گذاشتیم چی گذاشتیم، اصلا این چیزی رو قبول نکنید. CV در اختیار مجموعه های دیگه است. یه نکته‌ای که باید به شما بگم، ما شیرها را بر اساس سایزی که مد نظرمون هست در استاندارد 1634، ببینم من 1634 رو میتونم با شما شیر کنم یا نه. بذارید من ببینم اینجا 1634 رو من دارم یا ندارم. خب ما بستیمش. بذارید من اینجا صفحه رو شیر کنم با شما. ما 1634 رو نداریم اینجا. چرا این اتفاق میفته؟ بله این هم استاندارد. خب این استاندارد یکی از استانداردهای مهم شیرالات هست و به نوعی سوره حمد تمام شیرالات تو این استاندارد 1634 هست که مربوط هست به، بذارید من عنوانش رو بیارم، مربوط هست به والوهای فلنجی، تردی و جوشی. نکته آینی که کمتر با والوها آشنا دارن، والوهایی که شما توی اون پتروشیمی دیدید که 3 گروه بودن فلان بودن بهمان بودن، اینها به 3 طریق به پایپینگ شما متصل میشن. درست شد؟ یا والو به صورت فلنجی متصل میشه، یا به صورت رزوه‌ای یا تردی بهش میگن، و یا به صورت جوشی. حالا آقای رحیمی وقتی ایندنت میاد دستش، شما میبینه مثلا مینویسه گیت والو 4 اینچ فلنج تایپ و حتی ممکنه فلنج تایپ هم ننویسه. آقای رحیمی از اصطلاح اختصاری فلنج تایپ چیزی یادت میاد به ما بگی؟ یا دوستان دیگه‌ای که تو این فضا هستن، حالا ما گیر دادیم به آقای رحیمی. فلنج تایپ یا تردی. حالا فلنج تایپ رو چی می نویسن دوستان؟ FLG می نویسن FLG. تردی رو TRD می نویسن
و ولدینگ اند رو WE می نویسن. میگن آقا ما شیری میخوایم که یه از این 3 تا گروه باشه. شما حق نداری تا وقتی برای شما مشخص نشده همینجوری آفر بدی به خریدار. شاید فلنج تایپ نخواد. درست شد؟ پس این موضوع این استاندارد هست که مربوط به این 3 گروهه. شما متوجه شدید که به 3 طریق شیرها وصل میشن به همون پایپینگ یا پایپلاینتون. حالا صفحات اول میاد یک نکته خیلی مهمی رو برای شما مطرح میکنه. میگه که شیرها یا بر اساس NPS سایز بندی میشن، 1 اینچ، 2 اینچ، 1/2 اینچ، 1/4 اینچ، و اگر معادلش رو خواستی بر اساس DN. DN مخفف دیامتر نامینال هست. NPS مخفف نامینال پایپ سایز هست. من اینا رو وقت نمی‌کنم تایپ کنم، شما اینا رو تو ذهنتون داشته باشید و این جدول به شما تو استاندارد معادل سازی میکنه. شما میتونی اینو بعداً عکس بگیری، کپی بگیری، چاپ کنی، بذاری زیر شیشه میزت که بعداً اشتباه نکنی و قطعاً بعد از 5-6 ماه کار کردن، 1 سال کار کردن تو دنیای شیرالات شما همه اینا رو حفظ خواهید شد. نکته، از 4 اینچ به بعد شما میتونی 4 رو ضرب در 25 کنی به 100 برسی. 6 اینچ ضرب در 6 تا ضرب در 25 کنی. ولی تا قبل از 4 اینچ قاعده ای ندارد. یک کوچولی عدد شما با حساب کتاب اینچتون متفاوت خواهد شد. مثلا 1 اینچ رو شما 25.4 میلیمتر در نظر میگیری، ولی اینجا در استاندارد اروپایی که از DN استفاده میکنه 25 در نظر خواهی گرفت. شما والو هاتون یا DNPN هستن، یعنی فشار را به شما میده، پرشر نامینال، PN دیامتر نامینال، قطر ورودی را به شما میگه، یا والو های شما به صورت کلاسی هستن، یعنی میگن والو NPS مثلا 4 اینچ کلاس 150 کلاس 300. خب یکی از دوستان، من تمایل دارم میکروفونش رو باز کنم و برای ما داستان کلاس را بگه. هیچ نگران محتوا و این 2 ساعت نباشید. من تا محتوام رو تموم کنم هر چقدرم زمان برد مخلص شما هستیم. به خاطری که دلم نمیاد یه سری نکات پایه که خیلی ها واقعا با سالها تجربه تو صنعت نمیدونن رو بیان و به اشتباه یاد بگیرن. الان من یکی از دوستان اگر موافق هست به من بگه تا من میکروفونش رو باز کنم. سوال من اینه که والو کلاس مثلا 300 اگر ما بگیم کلاس 300 پوند، درست گفتیم که الان توی صنعت شما خیلی ها میگن 300 پوند. من میخوام بر اساس استاندارد به شما یه چیزی یاد بدم. کسی هست؟ خب آقای مرزبانی، من بذارم شما رو اینجا پیدا کنم، میکروفون شما رو باز کنم و شما ما بگو ببینم این داستان کلاس از کجا میاد. البته من توی محتوای اینستاگرامم کلی روی این موضوع صحبت کردم. میخوام ببینم آقای مرزبانی من پیدات میکنم. آره، حامد مرزبانی عزیز. خب الان صدای شما باز آقای مرزبانی، بسم الله. عرض سلام دارم. سلام عزیز. کلاس همون ریتینگ یک نماد و المان اسمی برای بیان دما و تحمل فشار اون. احسنت. اما در حالت دقیق‌تر بخوایم بگیم فشاریه که اگر اشتباه نکنم توی دمای 20 درجه سانتیگراد بر حسب پمپ بر اینچ مربع برف میتونه تحمل. بسیار 20 یا 25 اگر اشتباه نکنم. خب ببینید آقا، من یه چیز به شما بگم. این استاندارد 1634 که شما هر روز باش سر و کار دارید کلاس 150 تا 4500 رو پوشش میده. درست شد؟ کلاس 150 300 600 900 تا. سوال های مرزبانی، کلاس 150 یعنی 150 PSI، 150 بار، 150 چی؟ PSI. دوستان کسی نظری نداره؟ آقایون بزرگواری که آفرین آقای ایمنوادی بدون بوده، اینا دیمانسیون لسه.
ببین این چیز را، این نکته را ممکنه به شما نگن و شما تا 30 سال خدمتت همینجوری بری جلو با این موضوع. اینطور نیست. ببینید کلاس والو را همین 150 300 تا 4500 را بهش میگن پرشر ریتینگ، رده دمایی فشاری. 150 300 600 بدون بوده، هیچی نیست، نه پی اس آی، نه کیلو، نه گرمه، نه متر، هیچی نیست، کاملا بدون بوده. این استاندارد میاد تا 4500 رو پوشش میده. یه کلاس 400 قدیم ها داشتیم، الان هم میگه آقا اون 400 اگر سازنده و فروشنده با هم دیگه کنار اومدن برن 400 بزنن، ولی ما ملاکمون رو چی در نظر میگیریم؟ 600 در نظر میگیریم، یا پایینتر یا 300 یا 600. اینو باید خودشون برن با هم حل و فصل کنن. 400 رو من میپذیرم چون قدیما حرفش رو زدم. حالا نکته ای که وجود داره اینه که این 150 300 600 تا 4500 نه پی اس آی نه هیچ، یه عدد. درست شد؟ یعنی مثلا میگن پلاک خونه شما پلاک 100، معلوم نیست پلاک 100 بزرگ، کوچیک، گرون قیمت، ارزون قیمت، ته شهر، وسط شهر. این پس بحث پلاک. اما از 4500 به بعد این استاندارد که پوشش نمیده میره تو استانداردهای چی؟ استانداردهای والوهای سرچاهی، اوورویل والوهای سرچاهی. کلاسشون برابر با پی اس آی هست. دوستانی که تجهیزات سرچاهی کار میکردن کدوم دوستان بودن؟ بیام بالا یه سوالی من ازشون بپرسم ببینم استاندارد تست شیرهای سرچاهی کدوم استاندارد بود؟ وقت دارن جواب به من بدن. حالا به هر حال تا این دوستان جواب بدن در جریان باشید. نکته گفتم تا 4500 بدون بوده و بعد 4500 به بعد که سرچاهی میشه دقیقاً پی اس آی میشه که آقای مرزبانی گفتن. این مسائلی هست که ممکنه گروه‌های مختلف باش برخورد نکنن. این استاندارد رو داشته باشید. من فقط می‌خواستم دی ام پی ان رو برای شما توضیح بدم که سایز شیر هست. پی ان در حقیقت همون فشار بر اساس پی اس آی هست و اروپایی ها استفاده میکنن. از استاندارد دین آلمان در اومده. اونایی که استانداردهای غیر اروپایی مثل امریکایی کار میکنن با NPS کار میکنن و کلاس ریتینگ فشاری. حالا اینو ما براتون در نظر خواهیم گرفت. این استاندارد رو برمیگردیم روش صحبت میکنیم. برگردم من به فایل خودم. خب اجازه بدید برگردیم به فایل خودمون. خب حالا اینجا یه سری علامت اختصاری من اینجا برای شما در نظر گرفتم. اینا هم به درد شما خواهد خورد. همون HOV MOV که ما گفتیم. ممکنه تو ایندنت شما GO باشه. GO یعنی گیر اپریتد. گیر اپریتد یعنی چی دوستان؟ خب آقای سروانی من اینا توضیح میدم به شما. بذار بریم جلو. باریکلا آقای مینادی. گیری بوکس والو هایی که شما میای اون هند ویل را بر میداری و به جاش گیری بوکس میذاری برای اینکه زورت برسه اونو باز و بسته کنی، به چی میگن؟ بهش والو گیری بوکس تایپ میگن. حالا یا می نویسن گیری بوکس تایپ یا می نویسن GO، یعنی که گیری بوکس روش نصب شده. خب این جدولی که اینجا میبینید جدولی است برای تریم ها. اول من گیت والو رو برای شما توضیح بدم که پدر بزرگ تمام والو هاست. بعد من این جدول تریم ها رو برای شما مطرح خواهم کرد. بذارید برگردم به اسلاید ها. خب شیرهای عمومی فصل 2. خب گیت والو ها. من گیت والو ها رو نکات
به درد بخورش رو به شما بگم. اول از همه یادتون باشه والو ها، دوستانی که از خارج از کشور بودن، دانشجوها، اینا بدونن والو ها یا بای دایرکشنال هست یا دایرکشنال. بای دایرکشنال یعنی این که آقا والو ذاتاً دو طرفه است، یعنی اینکه هر طرفی شما نصب کنی توی خطوط پایپینگت هیچ ایرادی نداره. والو هایی هستن که دایرکشنال هستن، روشون یک فلش طراحی شده، یعنی آقا ورودی و خروجی رو حواست باشه برعکس نبندی. اوکی، پس این دو تا اصطلاح. گیت والو ها جز بای دایرکشنال ها هستن. حالا بعدن که استاندارد API 600 رو اگر وقت کنیم یه مرور کنیم، مربوط به همین گیت والو هاست. کلی نکته تو این گفته شده و شما به عنوان کسی که با گیت والو ها سر و کار دارید باید این موضوعات رو بدونید. ما هدفمون این هست که انشاءالله تا قبل از شهریور یه چند تا ورکشاپ همینجوری عصرکایی بذاریم، مثلا بیایم استانداردها رو مرور کنیم و نکات مهم بگیم برای خرید و فروش، آن چیزی که وقت نمی کنیم. حالا به هر حال ما گیت والو رو الان میخوایم شروع کنیم. گیت والو ها که این تیپ والو ها هستن، اگر برخی از دوستان میخوان ذهنیت پیدا کنن، این والو ها رو نگاه کنید. یک مجرابند یا دیسک یا پلاگ یا وج. ببین 4 تا اصطلاح براتون به کار بردم. مجرابند میاد پایین و بالا، باز و بسته میشه. ببخشید از دوستانی که دارن قدیمی هستن توی این، من میخوام فقط یه مروری کنم. اینها و این مجرابند و این داستان ها گیت والو ها رو تبدیل میکنه به دو حالت، یا نان رایزینگ والو هستن یا رایزینگ والو هستن. نان رایزینگ یعنی این که شما وقتی هندویل را، این دسته را میگن هندویل، میچرخونی، این مهره، این میلهه که ما بعدم الان بهش میگیم از این به بعد استمه بالا پایین نمیشود، ولی رایزینگ طوری طراحی شده که وقتی میچرخونیش استم میره بالا، استم میاد پایین. کجا استفاده میشه؟ برای جایی که شما نگرانی خوردگی و آسیب استم را به دلیل حرارت و سیال و اسیدی بودن و بازی بودن نداری، شما میای از نان رایزینگ استفاده میکنی. درست شد که والو وقتی باز میشه استمش هم بره بیرون از بازی، بره در فضای باز قرار بگیره. ولی والوهای سیالات دیگه شما باید از رایزینگ ها، از نان رایزینگ استفاده کنی. این استم همون داخل میمونه. حالا تمام اینها رو من سعی میکنم دموش رو توی همین کانال تلگرامی بذارم و قطعا تاکید میکنم به شما اگر من حدود 300-400 تا محتوای خوب از آموزش توی اینستاگرام گذاشتم، حتما اون پایین ماینا برید گیت والو باز شده و برش خورده رو نگاه کنید، کلی اطلاعات کسب میکنید و همونها خودش 10 تا کلاس خواهد بود. فقط من میخوام عبور کنم از این موضوع. این قطعات را شما اگر در نظر بگیرید، برای دیسک یا وج یا پلاگ یا مجرابند، هر چی که شما اسمشان گذاشتید، شما 3 تایپ مجرابند دارید: سالید، اسپلیت، فلکسیبل. درسته؟ تیپاشون این شکلی هست، هر کدوم به درد یک کاری و به درد یک سیالی با یک دما و فشاری میخورن. این که شما از به عنوان متقاضی از دوستان آقای رحیمی و سازندگان والو چی بخواید بستگی به دانش شما داره که اصلا متوجه باشی چی میخوای یا نمیخوای. این فروشنده اگر شما حرفی بهش نزنی سعی میکنه کم هزینه ترین و ارزون ترین شیر را به شما بفروشه، چون خودش هم تمایل داره یک شیر ارزان از سازنده بخره به شما انتقال بده. سازنده هم همینه، حتی مستقیم با سازنده هم بری جلو همین اتفاق خواهد افتاد. پس شما باید مشخص کنید من سالید میخوام. سالید کاملا توپر و سنگینه و کاملا به درد بخور هست برای جایی که دما دارید و جایی که به هر حال فشار بالا دارید. تاب بر نمیداره. فلکسیبل ها اینها اومدن سبک سازی کردن و بیخودی متریال را حروم نکردن و این
تفاوت‌ها در شیرهای گیت برای شما وجود داره. این رو گفتم که بیام برای شما دو تا مسئله رو مطرح کنم. تریم رو برای شما بگم، اون چیزی که به درد شما میخوره توی گیت والو ها اینه که تریم ها رو بشناسید. پس ببینید الان یک فلکسیبل پارالل سیت هست، نگاه کنید الان یه تایپ دیگه است از گیت والو. اصلا ما موضوعمون الان گیت والو نیست. ببینید این الان یک دیسک سالید هست، یک دیسک توپر، یه وج، یه گوه توپر هست. برای شیرهای چه استفاده میشه؟ فشار بالا استفاده میشه. الان اگر این شیر را نگاه کنید، این انتها نه فلنج داره و نه رزوه داره. این شیر جز شیرهای چی بود بچه‌ها؟ جوشی بود. این پس یه تیپ شیر جوشی. حالا ما میخوایم برسیم به بحث تریم، تروکاندویت ها، اسلب ها، اینا شیرهای چاقویی، اینا اصلا ما بحث نمی کنیم. همه اینها رو من توی اینستاگرامم گفتم، حتما مراجعه کنید. و بعد من 1634 رو میخوام مرور کنم و API 600 رو یه نگاهی بندازم. یه 5 دقیقه هم میخوایم استراحت کنیم. حالا اگر دوستان میخواید استراحت کنید، اول پیشنهاد بدید استراحت کنیم حدود 5-6 دقیقه یا ادامه بدیم. ولی من مطلبم رو کامل خواهم کرد، نگران بعدش نباشید. خب یه رای گیری کنیم ببینیم استراحت میطلبه یا ادامه بدیم. هیچ کس نیست؟ استراحت. آقای براتی استراحت. باشه. الان ساعت 8:11 هست. 8 و حالا 5 دقیقه، 8:16 دقیقه ما استارت خواهیم زد. گرفتیم. خب ما بیایم توی این تصویر ببینم اینجا عکس. عکس‌ها رو دارید بچه‌ها؟ بذار من الان یه مروری به این عکس مکس‌ها هم داشته باشم. ببینید این دیسک گوه یا وج یک والو دروازه‌ای هست، گیت والو. الان تصویر برای شما ماکسیمایز شده یا نه؟ من میتونم تصویر رو فکر کنم تک تک ما باهاش شیر کنیم که مکافات نیم. من میخوام بالم به شما بگم و بریم دنبال کارمون. خب هنوزم این اتفاق نیفتاد، شما عکس ماکسیمایز ما رو ندیدید. هنوز این اتفاق نیفتاد. یه لحظه بچه اجازه بدید دیگه یک کوچولو تحمل کنیم. میدونم که گرسنه و تشنه و این هست. خب اینجا تصویر دارید، درسته آقا؟ یه مثبت بدید ببینیم این داستان چه قراره. خب ببینید این یه دونه مجرابند دیسک گوه است، وجه. و ببینید در برابر سیال حاوی ناخالصی، حاوی ذرات معلق چه اتفاقی براش افتاده. پس داستان چیه؟ داستان اینه که گیت والو ها گفتیم والو های باز و بستن، کنترلی نیستن. شما درسته نصفشو میبندی جریانت نصف میشه، ولی این اتفاقا براش میفته. حالا کاری به این نداریم، فقط ما میخواستیم ازش عبور کنیم. گیری باکس ببین، این یک والوی بود که ما آمدیم تعمیرش کردیم، مربوط به یک کنترل والو هست، مربوط به یک والو XV. بچه یادتون باشه تو صنعت والو هایی که باز و بست فقط میشن، مثلا با بالی اتفاق واسهشون میفته، به اینا میگن XV. این فقط یه نکته است، یادتون باشه. حالا بعدن اگر فردا گریزی به
کنترل والو زدیم این علائم و اختصارات رو میگیم. حالا آمدیم یک والوی رو تعمیر کردیم، کاملا اوکی بود این والو. رفت اعلام کردن که آقا والو همچنان جام کرده توی سایت. خب ما دوباره والو رو آوردیم. موقعی که آوردیم والو رو دوباره تست کردیم، دیدیم اوکی این والو کامل باز و بسته میشه، اکچوئتور همه چی میزون. دمای والو توی اون خط استیم توی سیستم فرایندی دمای بالایی بود، MPS بود. متوجه شدیم که آقا این والو دوچار اکسپنشن دمایی میشه و یه جورایی قور میشه و جام میکنه. آمدیم والو رو چیکار کردیم؟ با اینکه این والو رو اگر هر کی دستش میگرفت عمرن فکر میکرد این والو تو خالی باشه، به دلیل وزنی که همین والو داره. آمدیم چیکار کردیم؟ شرط بستیم، من اینو دادم فرسکار سوراخش کرد و متوجه شدیم والو سوراخ، والو تو خالیه. حالا این والو تو خالی، بذارید من برسم به والو تو خالی. بچه این دبل پلاگ دبل سیتی که به شما گفتم اینه ها، والو تو خالی رو اونی که دیدید اونجا سوراخش زدیم، آمدیم اینجا دوباره با سنگ بریدیمش. اگر تو این تصویر نگاه کنید، این چین جانور چیکار کرده؟ یک لوله را آورده داخل. اینجا یه لوله است، این یه لوله است، یک لوله را آورده و بعد یک پلیتی را با، حالا به نوعی میشه گفت یک ترمال فورمینگه. عین زمانی که یک کوزه‌گر دیدید لبه کوزه رو چی جوری وقت میکشه میارتش، مثلا تبدیلش میکنه به یک دسته، مثلا فرضاً کوزه، میاد میکشتش اینو، این ورق رو روی این، و از این قسمت ها جوش میخوره. یعنی این بال با جوشکاری حاصل میشه. این دوتا بالا جوش درزی سیم ولدینگ میخورن و تبدیل میشن به یک بال ولو تو خالی. این بال ولو تو خالی ممکنه در خیلی جاها جواب بده، نه شما فشار داری نه مسئله‌ای داری و نهایتاً 1000 سال کار کنه، ولی در زمانی که شما فشار بالا داری از این بال نباید استفاده کنی. حالا میگم به شما آقای خراسانی که چی بنویسی تکلیف آقای رحیمی رو روشن کنی به عنوان تامین کننده. و اینو نگاه کنید، این جداره رو نگاه کنید، این ضخامت این ورق رو نگاه کنید. این ضخامت حدودا من فکر میکنم 8 یا 9 میلیمتره، یعنی 1 سانت ضخامته. برای همینه ولو وقتی میگیری دستت کلی وزن داره. آقای خراسانی من سوال شما رو میخونم بعد جواب میدم، من جمله‌ام کامل بشه. این بالا دیدید، حالا این آمده به هر دلیلی معرفت به خرج داده یک بال با این ضخامت با این داستان درست کرده که باز به مشکل خورده بودیم باش. بذار من این یه بال دیگه است. بچه زوم کنید روی این تصویر، همه هستن تو کلاس که انشالله. زوم کنید روی این تصویر، این بالا نگاه کنید، این هم یه بال دیگه است، منتها نه به اون ضخامت، نه به اون. این قسمتی که اینجا، بذار من میتونم یه زومم برم روش که شما ببینید. ببین این لبه رو نگاه کنید بچه‌ها، این لبه، این بالا که دست من الان داره نشون میده، این لبه‌ایه که جوش خورده، ورق جوش خورده. از قسمت جوش بین ورق و اون لوله وسط شما دچار خوردگی شدی. بعد اینجا چه اتفاقی افتاده رو بدنه؟ این یک ولوی بوده که مثلا نورمالی کلوز بوده، درست شد؟ سال مثلا فرض کن 1 سال این ولو باز و بسته نکردن، سیال آمده روی این، در حقیقت بذار من برگردم روی تصویر خودم، سیال آمده روی این وجه ولو نشسته مونده 1 سال 2 سال 6 ماه و یواش یواش شروع کرده به خوردن این بدنه و اینجا پوست پیازی شده. این رو اگر از این تو اتاق من هست، اگر از نزدیک اینو ببینید و یه تلنگر محکم با انگشت به این بزنید، این مثل پوست پیاز میریزه.
حالا این چه مشکلی ایجاد کرده؟ آمده سیال خورنده رفته داخل این جداره داخلی، این فضای خالی که تو اون عکس قبلی دیدید، وزن این والو تبدیل شده به چی؟ تبدیل شده به 2 برابر. منهای نشتی که وجود داشته و این نشتی از اون ورم زده بیرون و تمام فضا رو برداشته به نوعی حفره ایجاد کرده، منهای این اکچویتور شما زورش دیگه نمیرسه اینو تکون بده، به خاطری که اکچویتور طراحی شده بوده برای یک بال مثلا 500 گرمی، الان بال شما شده 1 کیلو. حالا یا نمیتونه تکونش بده یا به سختی اتفاق میفته، به هر حال آب بندی شما به هم خورده و این اتفاق افتاده. حالا شما برای این کار باید چه کار کنی؟ باید آقای خراسانی و دوستان دیگه ای که توی این حوزه هستی برید به حتی به تدارکاتتون، به نمیدونم دوستان تعمیرات مکانیکتون که ایندنت میذارن، بگید طبق استاندارد یاد بگیر آقای تدارکاتی، شما مینویسی چی؟ مینویسی من یه والو کلاس فلان 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 میخوام، چی؟ سالید بال. اینو که بنویسید تکلیف تمام دنیا رو روشن میکنید، در حالی که اکثر ایندنت ها این موضوع اصلا بهش توجه نمیشه. یکی از دوره هایی که من دارم و میگذارم و عمدتاً هم خصوصی تو این شرکت های مختلف دعوت میشیم میریم در حقیقت تدریس میکنیم، دوره چیه؟ دوره تکنیک های تنظیم تقاضاهای خرید و فروش. خطاب به کیا؟ خطاب به بچه های تدارکات، بچه های تعمیرات مکانیک. به هر حال استانداردها آمدن همه اینها رو روشن کردن و من الان برای اینکه این نکته رو بگم دوستان دیگه هم در حقیقت یاد بگیرن، گفتم آدرس بهتون میدم برید پیداش کنید. این API 600 هست، درسته؟ مربوط به گیت والو. بذار من برای شما شیرش کنم ببینیدش. API 600 بیارمش اینجا. پس این یه نکته کنکوری بود که خیلی ها نمیدونن، بعدن هم گرفتار میشن، هیچ هم بهشون تا الان نگفته که چه خبره. من API 600 هم بیارم یه نکته بگم به دوستان. ببینید همه این استانداردهای مربوط به 623 استاندارد 600 استانداردهای دیگه که مربوط به همین والو های مختلف هست، میایید پایینش آقای رحیمی عزیز، جناب که فردا شب اگه بشه تصویری صحبت کنیم خیلی بهتر باشه، اشکال نداره. ما وقت بشه که دوست داشتیم بچه‌ها رو بیاریم بالا، به هر حال هر کدوم نظرشون رو بگم، ولی اینو ان شاءالله تو ورکشاپ‌های بعدی حتما بهش عمل می‌کنیم. دوستان نگاه کنید، دعوایی بین خریدار و فروشنده نباید باشه. وقتی استاندارد آمده به شما در مثلا انکس بی، انکس یعنی ضمیمه، انکس بی API 600 و اکثر استانداردهایی که والو هستن، میاد میگه آقا اطلاعاتی که بین فروشنده و خریدار باید رد و بدل بشه چیه؟ آقا باید والو سایز رو بگی، فشار رو بگی، فلنج بودن، فلنج اند بودن نبودن، همه اینا رو بگی، دی ام پی ام فلان، تمام اینها آمده است. شما باید بگی لنتر رینگ میخوای یا نمیخوای. او بابا هم باید به شما بگه لنتر رینگ دارد یا ندارد. والو شما هند والو باشه یا چین باشه یا نباشه، همه اینها گیری باکس تایپ باشه، آن چیزی که شما دارید و قرار هست بین شما رد و بدل بشه اینجا هست و دعوایی ندارید. شما اگر به این قسمت ها واقف باشید هیچ ابهامی وجود نخواهد اومد و حتی تریم هم بر اساس اون جدول به شما میگی آقا من تریم نامبر مثلا 4 میخوام، 5 میخوام. این هم یه نکته‌ای بود که در حین خرید و فروش و تقاضا گذاری باید یادتون باشه چه چیزهایی را به همدیگه بگید. اگر نگفتی مقصر خودتی و آقای رحیمی میتونه هر آنچه که تو بازار تأمین میکنه به شما بده چون شما نگفتی. هیچ گردن ایشون تقصیری وجود نداره. این از مطالب در حقیقت. دوربینمونم بیاریم این آخر سری یه
صحبتی هم با شما داشته باشیم. این از مطالبی که امشب قرار شد با شما صحبت کنیم. میدونم مطالب خیلی زیاده، یه جورایی به نظر من باز از برنامه امروزمون ما عقب هستیم، ولی به هر حال گفتن یادگیری یکی دو تا نکته جوندار میارزه به این که واقعا شما ساعتها بخواید روی یه موضوع متمرکز باشید. امیدوارم که نکات به درد بخوری گفته شده باشه. قطعا شما بتونیم این ارتباط رو با هم حفظ کنیم، چه در اینستاگرام، چه در کانال تلگراممون، چه در کانال یوتیوبمون. بسیاری از صحبت‌های شما پاسخ داده میشه و یه جورای رفاقت ما با شما همچنان ادامه خواهد داشت. من فقط یه نگاهی کنم ببینم دوستان سوالی چیزی پرسیدن. آقای خراسانی عزیز پرسیدن آیا در زمان تحویل والو آیا میزان RA و کلیرنس بین بال و استم داخل بدن الزام بررسی دقیق است؟ نه. شما تست رو گذاشتن برای این داستانا، اصلا نمیتونی وارد این موضوع بشین مگر اینکه واقعا شما دیگه یک مجموعه‌ای داشته باشید، مجموعه‌ای در حقیقت تامین کننده، فروشنده، یک سازنده‌ای رو پیدا کنید که تمام اینا رو بیاد با شما همکاری کنه. نه، قاعدتا ما خودمون این کار رو انجام نمیدیم، ولی به هر حال به صورت ویژوال آقای خراسانی شما صافی سطح تفلونی که تراشیده شده رو در نظر میگیرید. نکته‌ای که مهم هست این که اگر شما تو این فضا کار کرده باشی و تفلون ها رو بشناسی، قطعاً میدونی که فلان گرید تفلون، چون شما سرتیفیکیت مثلا مواد اولیه خودت رو در ITPت درخواست میکنی. شما سرتیفیکیت تفلون رو وقتی میگیری و میبینی تفلون چینی هست، تفلون ایتالیایی نیست، تفلون مثلا کیفیتش متفاوت هست، بر اساس تجربه خودت متوجه میشی که انتظار باید داشته باشی این تفلون با 10 بار باز و بسته شدن خدشه‌دار بشه، آب بندیش به هم بخوره، تفلون تراش حتی نتونه یک تفلون صاف صیقلی به قول شما با یک آرعه مناسب بده. اینا همه رو میتونید بر اساس یک ویژوال و یک تجربه‌ای که کنارش باشه حاصل کنید. خیلی من در استاندارد ندیدم که بخواد روی آرعه صحبت کنه، شاید من ندیده باشم. به هر حال بر اساس تجربه خودم دارم میگم که شما در تست ها میتونید همه اینها رو تقریبا و یه ویژوال تقریبا تمام اینها رو زیر نظر بگیرید که از دست در نره. اینم بحث. خب صافی سطح بال چقدر باشد؟ بال هم آقای شجاعی نژاد توی موضوع من بود، توی اسلایدهای من بود، نرسیدم. شما بالهایی که استفاده میکنی یا به صورت هارد کروم هست. ببینید بال اگر متریال بال شما 304 و 16 باشه که هیچ، فقط سنگ‌زنی میشه و بعد صافی سطح به شما میده. این توی API 602 هست، عددش رو دقیق شاید یادم نباشه. اما اگر اومدید و از والوهای بال والوی خریدید که بالش چی بود؟ بالش کربن استیل کوت شده بود، عمدتاً میان مثلا 106 رو، فولاد A106 رو میان به صورت بال میتراشن، سنگزنی میکنن و بعد از سنگزنی ممکنه هارد کروم کنن، ممکنه الکترونیکل پلیت کنن، ENP به HCR و این توی تقاضاها میاد که بال چیه؟ بال هارد کرومه. حالا الکترونیکل پلیت قیمت بالاتری داره، تقریبا 2 برابر هارد کروم میشه و به خاطر همین سازنده ها خیلی سراغش نمیرن چون هزینه واسهشون داره. خریدارا هم که عمدتاً خیلی مطلع نیستن، پس در نتیجه هارد کروم رو میتونه به شما بفروشه. هارد کروم سختیش بالاتره ولی اعوجاج سطح بیشتری داره. الکترونیکل پلیت سختیش پایین‌تر است ولی صیقلی‌تر و به نوعی شاین‌تره، شفافتره، عکس خودتو توش می‌بینی و سطح کاملا صیقلی داره. پس اینا نکاتی است که شما واقعا می‌خوای پول بدی بال بخری، بهتره همون اول به طرف بگی آقا من الکترونیکل پلیت می‌خوام. حالا اینکه محدوده در حقیقت رافنس چقدر باشه رو من حضور ذهن ندارم. همین موضوعات و توضیحات رو من توی اینستاگرام توی اسلایدهای خودم دادم.
حتما یه رجوع به این موضوع بکنید و عدد و ارقام سختی ها رو دادم که این سختی ها چقدر باید باشه. فکر میکنم رافنس هم داده باشم. حالا به هر حال این نکاتی بود که امروز به شما گفتم. بله من اسلاید ها هم در اختیارتون قرار میدم. یه دسترسی ندارم، احتمالا فردا این اتفاق بیفته. مطالب زیادی رو من برای شما شیر میکنم. به هر حال امیدوارم که حوصله به خرج بدید و اینا استفاده کنید. و وظیفه من این هست که هر آنچه که از این ور اون ور خودمون به دست آوردیم به هر حال به شما هم انتقال بدیم. هیچ چیز خاصی هم نیست، خصاصتی هم تو این مسائل نداریم. هم من انشالله شما رو فردا هفته بعد از ظهر خواهم دید و امیدوارم بتونیم مطالب جمع و جورتر و کاربردی‌تر و به هر حال نقض‌تری رو در اختیار شما قرار بدیم. دوستان اگر اوامری ندارید شب بر شما خوش.